سلام دوستا. زیاد کسایی که هست هیچ برای پرپوزل نمیفهمه که برند وقتی که ما با برند کانتکت میگیرم با برند ریلیشنشیپ جور میکنم ما چه رقم برای برند پرپوزل جور میکنم و در این فکر است که ما باید ایمیل داون کنم مثلا که ایمیل برند ما اپروال میته ولی این رقم نیست. برندای خرد که هست و با ایمیل باش ما اپروال میته ولی اگر برندای خوب باشه کلان باشه و هیچ وقت باش ما با ایمیل اپروال نمیته شما باید برای زو برند باید صحیح پرپوزل جور کنید. بیا که ما طرف اسکرین شما رو میبرم که چه رقم ما میتونیم که پرپوزل صحیح جور کنیم و بعد از با برند روان کنیم. میبینی شما میبینی سلز یک سال میبینی چند است 3,82,000 یعنی نیر تو 4,00,000 دلار سلز در یک سال. حالا شما بینی شاید شما باورم نکنید که در افغانستان هم یک نفر است که او 4,00,000 دلار سالانه میتونه سل جور کنه. یک اکاونت است. این برکت چی است؟ برکت کار است. اوکی ببینید اسکرین خوش ما ببینید انشالله اسکرین شیر است. بله استاد اسکرین داریم. اوکی برند پرپوزل سیمپل صحیح شده. ببینید پرپوزل چی است. آل پرپوزل شاید شما از ما قدر خوب نوشته کنید ولی صرف پرپوزل یعنی به این خاطر نیست که ما صرف به برند اپروال میگیریم بعد ما پرپوزل جور کنیم. پرپوزل در هر کار ما شما کار میه. فور ایگزامپل ما خارج میریم ما اسکالرشیپ اپلای میکنم ما به یک کمپانی اپلای میکنم ما به یک کمپانی پرپوزل خود میتم که ما میخوایم که به شما کار کنم ما به یک دفتر به یک مؤسسه ما میخوایم که کار کنم یعنی در هر چیز کار ما یک کلاینت پیدا میکنم یک کلاینت که کارای از را پیش برم پرپوزل ما باید جور کنم. ما یعنی پرپوزل جور کردن قدم به قدم به کار شما میایه نه صرف که ما شما برای برند پرپوزل جور میکنیم که ما از برند اپروال بگیریم. یعنی در هر جایی که شما کار میکنی وقت پرپوزل کار شما میایه. آل پرپوزل اگزیکت مینینگ اگر ما به دری برتان بگوییم نمیفهمم راست برتان بگویم نه به پشتو میفهمم که اگزیکت مینینگ پرپوزل چی است. خب یه است پرپوزل ببینید ما برتان ما شما رو میفهمیم که پرپوزل چی است به چی خاطر با کدام دلیل ما شما پرپوزل روان میکنیم. وقتی که ما شما پرپوزل روان میکنیم اول ما شما بک‌گراند کمپانی صحیح مطالعه میکنیم. صحیح مطالعه میکنیم بعد از ویک پوینت پین پوینت ما شما میگیم. صحیح شده پین پوینت بک‌گراند کمپانی از میگیرم پیدا میکنم. وقتی که پیدا کردم بازو در پرپوزل مکمل پوینت اوت میکنم. در پرپوزل ما هیستری خود مکمل با کمپانی نشان میدن که ببینیم ما چقدر تجربه دارم کدام کارهای ما میتونم که پیش برم. بعد از ما کدام مشکلات شما را میتونم که ما مشکلات شما را حل کنم. جای شما مشکل داری کجا مشکل هست شما پین پوینت شما ویک پوینت شما چی است. چرا کمپانی شما پرمختگ نمیکنه چرا زیاد سیل اچیو نمیکنه چرا زیاد کستمر نمیایه. یعنی اگر یک سیمپل مثال ما براتون بگویم سیمپل اگزامپل ما براتون میگم شما این صرف در ذهن خودتان باید باشه. بس یک نکته شما در ذهن خود بگیری که پرپوزل به این معنی یعنی با کسی که ما پرپوزل روان میکنیم با برند فرق این برند است. برند مریض شد ما و شما دکتر هستیم. بس صرف یک مثال در ذهن بگیری که یعنی با برند که ما پرپوزل روان میکنم برند مریض است ما دکتر هستم. صحیح شده. آل دکتر چی کار میکنه دکتر مریض پیدا میکنه علاج ازی میکنه. صحیح شده. حالا شما میگی که ما خود بیخی بیسیک هستم ما خود نمیتونم که اول ما کدام مریضی برند پیدا کنم باز ما علاج ازی کنم. این خب برای ما سخت است. هیچ سخت نیست. حال امروز برای شما سخت باشه ولی 2 ماه بعد 3 ماه بعد 4 ماه بعد خود شما اکسپریانس پیدا میکنی تجربه پیدا میکنی. بار از این کلاس شما پاره شو شما تجربه کار میکنی او خب باز برای شما سخت نیست ولی امروز هم باید ما یاد بگیرم و چرا کم باید یک پرپوزل پر برند جور کنم. حالا اینجا ببینید در این پرپوزل ما صرف یک سامپل ببینید ما اینجا نوشته کردم سامپل یعنی صرف یک مثال است یک سامپل ما براتون آوردم نه ما اینجا کدام چیزی نوشته کردم که پرپوزل چرا کم یعنی چی چیزا باید شما نوت کنید چی چیزا باید شما اینجا بگویی به برند.
صحیح شده؟ هیچ چیز نیست، صرف یک سمپل. ولی اگر ما اینجا نوشته کنم، خب هر یک میه همین چیزی که ما نوشته کنم و کپی میکنه. باز دو برندی که من پروپوزال روان میکنم شما هم روان میکنی، بازو پروپوزال ما و شما سیم میباشه، باز که سیم میباشه برند ریجکت میکنه، میگه این کاپی هست. چرا کم امکان داره که دو نفر بر من برند پروپوزال روان میکنه دوش سیم میباشه. سو به این خاطر ما اینجا هیچ چیزی نآوردم. امروز زمانه اینترنت است، زمانه ای آی است، هر کار کردن آسان است. سو به این خاطر ما صرف یک تمپلیت به شما نشان میتم که پروپوزال ما و شما چی رقم میتونیم که جور کنیم، کدام چیزایی است. ما صرف شما راهنمایی میکنم. کار کردن، جور کردن پروپوزال و کار شما است. صحیح شده؟ و کار شما است. داریم ما باز صرف میبینیم، هر کس که کار میکنه ما باز میبینیم که شما چی رقم کارهای خود پیش میبری. باز من واتساپ نمبر که براتون دادم و هم باز ما از این طریق ما چک میکنم. اوکی، حالا ببینید this brand proposal was made by me. The intention of this proposal was to help students learn how to create a new proposal for brand to build a strong relationship. میبینید to build a strong relationship یعنی پرپوزل به این خاطر است که ما و شما strong relationship با برند جور کنیم. اور ریلیشنشیپ خو ما از طریق ایمیل هم میتونم که جور کنم، ریلیشنشیپ خو ما از طریق کال هم میتونم که جور کنم. چرا ما پرپوزل جور میکنم؟ به خاطر که ما strong relationship یعنی قوی ریلیشنشیپ با برند جور کنم. به این خاطر ما پرپوزل جور میکنم. Making copies, reproducing with exact same content or reselling it is strictly prohibited. این سمپل که ما به شما نشان میدم، کاپی کردن ازی، سلز کردن ازی strictly prohibited است، یعنی منع است، شما باید کار نکنید. صحیح شده؟ اوکی، صرف یه خب به خاطر شما ما اینجا نوشته کردم. باز میایم پایین. یس کاور پیج ما و شما، این کاور پیج ما و شما است. Proposal and deficiency report. این کاور پیج ما و شما میه. اینجا ما چی کار میکنم؟ اینجا لوگوی کمپانی خود میآورم. اینجا لوگوی کمپانی خود ما اینجا میگیریم. ببینید این کنج. صحیح شده؟ یعنی ده کم براتون هایلایت کنم که باز شما ببینید در این ایریا اینجا چی میاد؟ کمپانی لوگو میاد. لوگوی LLC ما شما. حالا شما میگی که ما لوگو چی باخو لوگو ندارم. لوگو کار یک دقیقه نیست. در یک دقیقه ما شما میتونیم که امروز از طریق AI از طریق کانوا ما شما لوگو جور کنیم. لوگو حتما جور کنید شما. ولی LLC میتونید 5 تا 6 دلار مصرف کنید، ولی لوگو خو هیچ مصرف از شما کار نمیخواد. حتما یک لوگو جور کنید، باز کوشش کنید دوباره در هر چیز شما استفاده کنید که یک کمپانی لوگوی شماست. صحیح شده؟ شما اگر با برند ایمیل روان میکنید اونجا هم اگر شما لوگوی خود میآورید خوب میشه. پرپوزل جور میکنید شما لوگوی خود شما سیت کنید، یعنی اون لوگو باز یک خوب لوگو جور کنید یک دو دقیقه کم نمیگیره. اوکی، yes cover page proposal and deficiency report. صحیح شده؟ deficiency. ببینید یک چیز من براتون میگم. حالا شما یکم نگویید که استاد زیرا بر ما ورد بای ورد ترنسلیت کو. ما ترنسلیتر نیستم. ولی اگر انگلیسی شما اینقدر ضعیف است که شما 20% هم نمیفهمی، باز به این معنی که شما خود پرپوزل دفینیتلی نمیتونید که شما پرپوزل جور کنید. ولی من اینجا براتون ترنسلیت نمیکنم. حالا شما میگی که ون بای ورد، اگر ما ون ورد بای ورد براتون ترنسلیت میکنم در یک ماه صرف پرپوزلم خلاص نمیشه. صحیح شده؟ آل کسایی که انگلیسی بیخی ضعیف است، بیخی نمیفهمه، بیخی او ما پرپوزل ریکامند نمیکنم. شما صرف از طریق ایمیل کار کنید. یک برند براتون میاد، دو در دست شما میاد، سه در دست شما میاد. ولی کسایی که انگلیسی کمی خوب است بازو پرپوزل ما ریکامند میکنن که شما پرپوزل جور کنید. حال شاید در این کلاسی رقم بچه می باشه که او انگلیسی بیخی زیرو است،
شما از طریق ایمیل کار کنید، ولی از طریق ایمیل باز شما استرانگ ریلیشنشیپ نمیتونید که جور کنید. برند اپروال برتان میاد، صحیح شده؟ این رقم نیست که برند اپروال برتان نمیاد، ولی وقتی که شما میخواهی با های لیول کار کنید، یعنی شما اکاونت های کلاینت پیش ببرید، شما از یک اکاونت 500 600 دلار شما چارج کنید، او وقت بعد شما باید حتما پرپوزل یاد بگیری، ولی او باز به ایمیل نمیشه که بس ما صرف ایمیل کردن یاد دارم دیگه ما، و باز به ایمیل میشه و کار شما زیاد میخواه، یعنی او قدر برندایی که کران می باشه شما نمیتونید که او برند اپروو کنید. ولی ما یک چیز براتون میگم، ببینید شاید شما در این تشویش هستی، پیش شما یک تشویش می باشه که یک نفر که او در پاور کار میکنه، در افور کار میکنه، او از ما 1000 دلار چارج میکنه، از یک برند کلان اپروال میگیره. حالا ما چرا نمیتونم؟ چرا؟ یعنی مشکل در ما چی است؟ ببینید او کی است، او صرف کار یاد داره. حالا شما ببینید او صرف است که او صحیح پرپوزل جور میکنه، صحیح کال میکنه به برند، صحیح ایمیل میکنه پراپر، به او خاطر به او اپروال میاد. بلکه شما اپروال یا به شما که اپروال نمیاد، به این خاطر که شما صحیح پرپوزل یاد نداری، صحیح ایمیل شما یاد نداری که چه رقم کال کردن شما یاد نداری، کمیونیکیشن وید برند شما یاد نداری، و طبعا نمیاد اپروال برتان. بازی است ببینید زیادتر کسایی است او خب بیخی از بیسیک میاد، از سمپ بیسیک پاریخ شوه، باز میگه که ولی ما ماستر شدم، بس میگه که ما ماستر شدم، بس کار خود شروع میکنه 600 700 دلار به ال سی خود مصرف میکنه، 1000 2000 دلار میاد در امازون مصرف میکنه، پردا که میبینی باز میگه که ببینی امازون اسکم. حال بیادر شما امازون، حال خب ما براتون نشان دادم چه رقم ما که کار میکنه برای ما اسکم نیست، شما که کار میکنی برای شما اسکم است امازون. اصلا مشکل اینجا است که ما یاد ندارم در بیسیک این چیزایی که ما شما کار میکنیم، و صرف یک ایدیا است که ما امازون چه رقم کار کنم، امازون چی است، آیا این برای ما است یا نیست. وقتی که شما سیپ انترنشیپ پاریخ میشه باز خودتان معلوم میشه که باور کنید دیروز در یک کلاس شاید اینجا شاگردای بیسیک می باشه، شاگردا پاریخ میشد، سرمنی بود، 2 نفر شاگردای انترنشیپ آمد در استیج، باور کنید ما افتخار کردم ببینید که هیچ رقم یعنی کدام گپی که زد امی شاگردای بیسیک که بود، بس و شروع به نمیفهمید چی گفت، بس امیر کم لگیا بود، بس دقیقه وقت قریب ای که آمد صرف 2 دقیقه گپ زد، باور کنید می گپ زدن از یعنی یک تاثیر بود که یعنی امروز میفهمم هیچ رقم، یعنی باور کنید ما پراود کردم به شاگرد، ببین 2 نفر آمد هیچ رقم خوب گپ میزنه، تجربه اکسپریانس از رسایی کو، ولی در بیسیک کسی میامد بس همینطور لگیا بود که ای است او است ای است، بس قصه میکرد. تو به این خاطر کلاس اینترنشیپ برای شما زیاد مهم است، صحیح یاد بگیرید. اگر شما میدید تیر بشه او با چی به درد شما نمیخوره. صحیح شده؟ اوکی، حالا ما اینجا میایم proposal and deficiency report. ما شما به این پرپوزل میگیم، deficiency report میگیم. This detailed proposal include in-depth analysis of your brand's presence on Amazon. ببینید یک چیز ما براتون میگم، شاید در این پرپوزل از ما کدام جای اشتباه شده، شما میتونید که او را صحیح جور کنید، یعنی شاید شما از ما قدر خوب پرپوزل جور کنید. صحیح شده؟ حالا رقم نیست که شما به ما اینجا این پرپوزلی که ما جور کردم حتما بخی ورد بای ورد صحیح است، ما کدام جای شاید از ما کدام جای اشتباه شده، شاید شما از ما قدر خوب جور کنید، شاید شما در پرپوزل جور کردن، در پرپوزل نوشته کردن زیاد تجربه دارید از ما قدر، سو مهم نیست. آلوینی ما اینجا نوشته کردم this detailed proposal include in-depth analysis of your brand's presence on Amazon. حالا اینجا باید امازون نبیه، اینجا باید اینترنت بیه. صحیح شده؟ شما اینجا امازون نوشته نکنید، اینجا شما اینترنت با برند باید معلوم نشو. اگر در کور پیج به برند معلوم میشه که شما با برای امازون گپ میزنید، مکمل پرپوزل شما ریجکت میکنه. ما چی میگم؟ That this detailed proposal include in-depth analysis of your brand's presence on internet. صحیح شده؟ شما اینجا اینترنت نوشته کنید. And how we can help you improve your brand's or all performance. ببینید ما در کور
و برند نشان دادم که چه رقم من میتونم که پرفورمنس کارکردگی برند شما ما ایمپروو کنم، خوب کنم. سو باز اینجا پایین میبینی ABC Goods LLC، نام LLC شما میاد اینجا پایین. شما اینجا میبینی www.abcgoodsllc.com، اینجا وبسایت شما میاد، وبسایت کمپانی شما. صحیح شده؟ اینجا لوگوی شما میاد در کاور پیج، اینجا نام کمپانی شما میاد، اینجا وبسایت شما میاد. این کاور پیج شد. اول بار چی است؟ ببینید تیبل اپ کانتنت است. ببینید تیبل اپ کانتنت زیاد مهم است، ولی در تیبل اپ کانتنت کسی که میبینه، کسی که پرپوزل شما را چک میکنه و زیاد یعنی توجه از جلب میکنه کانتنت. فور ایگزامپل شما میری در یک کتابخانه، میری شما بوک استور، میری یک بوک میگیری، نو بوکس آمده، شما چی کار میکنی؟ شما خود در یک دقیقه نمیتونی که مکمل 200 صفحه یک بوک است شما مکمل ببینید، تایتل از ببینید، چی میکنی؟ تیبل اپ کانتنت از میبینی که چی چیزا در این بوک است. تیبل اپ کانتنت میبینی، باز در تیبل اپ کانتنت ما معلوم میشه که ای بوکس ضروری است یا نیست. امیر کم سیم هر چقدر که تیبل اپ کانتنت ما شما خوب باشه، توجه بیننده کسی که میبینه پرپوزل ما شما، کسی که چک میکنه و جلب میکنه و میخواد که مکمل پرپوزل تا آخر چک کنه، تا آخر ببینه پرپوزل ما شما. صحیح شده؟ در تیبل اپ کانتنت اول چی است؟ اینترودکشن است. اینترودکشن کمپانی ما شما است. صحیح شده؟ اول اینترودکشن کمپانی ما شما است. بعد از این نمبر 2 why choose us، چرا باید ما انتخاب کنیم؟ our experience، تجربه ما چقدر است. نمبر 4 نارکامز بکگراند، بکگراند نارکام. نارکامز یک برند است که ما انتخاب کردم به باره نارکامز، به نارکامز برند ما پرپوزل خود جور کردم. صحیح شده؟ برند ستیتس است، ستیت برند است. برند سکوپ است، پرودکتس دیتا است، لیستینگ انالایزیس است، مپ پالیسی است، ریویو انالایزیس است، یور کمپیتیتورز است، ریویو کمپریژن است، ریکمندد اپتیمایزیشن است. تhank you. یعنی در 14 سلاید ما پرپوزل مکمل جور کردم. شما میتونید در 10 سلاید جور کنید، شما میتونید در 20 سلاید جور کنید. صحیح شده؟ ما در 14 سلاید مکمل پرپوزل خلاص کردم دیگه. حالا شما میگی که ما پرپوزل در چی جور کنم؟ در پاورپوینت جور کنم، در کانوا جور کردم. شخصا ما در کانوا جور کردم، شما هم در کانوا جور کنید. ببینید اینجا کانوا خو امروز برای یعنی سلاید جور کردن یک بهترین تولز است. یعنی هر کس پیل این رقم بود که تقریبا 100% مردم از پاورپوینت استفاده میکرد. حالا اگر ما براتون بگم 95% مردم که از کانوا استفاده میکنه، پاورپوینت کسی استفاده نمیکنه. ولی کدام آپشنز که کانوا داره و پاورپوینت نداره. به خاطر ببینید در کانوا شما بیخی کانوا آسان زیاد است، بیخی زیاد آسان است. پاورپوینت اگر کسی یاد نداره و نمیتونه که چی جور کنه، یک سلاید جور کنه. ولی در کانوا اگر کسی بیخی بلد نباشه، اگر بیخی بیسیک باشه، اگر بیخی باری اول هم میه در کانوا کار میکنه، صرف در 5 دقیقه و میتونه که با مکمل بک‌گراند کانوا بلد شو خود. یعنی یک قدر کار آسان است. تمپلیت زیاد است، اینجا تیم زیاد است. حالا ببینید اینجا این کانوا است. صحیح شده؟ پریزنتیشن ما جور میکنم، سوشل میدیا، ویدیو، داکومنتس، وایت بورد، شیتس، وبسایت، لوگو، فوتو ادیتس، کستمایز، هر چیز که شما جور میکنید صرف سرچ کنید. حالا ما چی هست؟ ما پریزنتیشن جور میکنم. پریزنتیشن جور میکنم، ما اینجا میام پریزنتیشن کلیک میکنم. اوکی، کانوا اگر کسی در کانوا بلدیت نداره، در یوتیوب صرف ببینید که how to create proposal in Canva بس.
به پشتو به شما ویدیو میه، به دری میه، به انگلیسی میه، به اردو میه، به هندی میه، به هر لنگویجی که شما یاد داری به اون لنگویج به شما ویدیو میه. اوکی، حالا شما اینجا ببینیم مکمل اینجا تیمز، یعنی چی رقم اگر شما پرپوزل جور میکنید از پرپوزل جدا، از هر چیز برتان جدا جدا مکمل تمپلیت میه. ما در پرو ورژنی را جور کردیم، شما میتونید در پری ورژن هم، یعنی ببینید ضرور نیست که شما پیمنت میکنید، بالکل در پری هم شما میتونید که جور کنید. ما در چی جور کردم؟ در پرو ورژن جور کردم. ولی در پری هم او کار میکنه، کدام مشکل نداره. شما در پری ورژن هم میتونید که کار کنید. پرو ورژن هم اینقدر قیمت نیست. به 100 افغانی به شما به سوشال میدیا هر کس پست میکنه، به 100 افغانی به شما سابسکریپشن برای یک ماه برتان میده از کنوا. میبینی این مکمل تمپلیت است. حالا شما اینجا ببینید انوال رپورت، کمپانی پروفایل، میبینی کمپانی پروفایل، شما پروفایل کمپانی خود جور میکنی. پایین ما اینجا میبینم، ببینید پروژکت پروپوزال، میبینی پروژکت پروپوزال است. اینجا شما ببینی بیزنس پروژکت است. اینجا ببینی کریتیوز، کمپانی پروفایل شما جور میکنی، ببینی بیزنس پروژکت شما جور میکنی، کمپانی پروفایل هر یک از اینجا شما صرف ببینی بگیرید. حالا اگر ما اینجا میایم میبینی صرف بیزنس پروژکت پروپوزال، اگر ما اینو کلیک کنم خیر یک پیډ است، با شما پریم اینجا میتونید پیدا کنید. صحیح شده؟ صرف به شما ببینید یه است، این پری است. میبینی بیزنس پروژکت، این پری است. این بگیری شما پیډ میگیری، ببینی این پیډ است. بس مکمل هر چیز آلریدی دیزاین است، یعنی رقم نیست که شما کار میخواه جور است. صرف ما و شما او عکس است، عکس فوتو چنج میکنم، کدام نوشته که اونجا است او چنج میکنم. تیمز است، اینجا ببینی الیمنت است، دیزاین است، تکست است، هر چیز است. فرض کنید ما بیزنس پروژکت جور میکنم. صحیح شده؟ ببینید اگر ما اینجا هر تغییرات میآورم، هر تغییرات اگر ما اینجا در تکست میایم، ببینید هر تغییراتی که ما اینجا میآورم، تکست، ببینید اینجاست اد تکست باکس، اد هیدینگز، هر چیزی که شما اینجا تغییرات میآوری باز میتونه که این اینترنت، ای باز آرخو اینترنت چی هست لود میکنه. ای که لود شوه بازی خود به خود شما میتونید صرف اینجا کلیک کنید. صحیح شده؟ یه عکس شما تغییر میکنید، صرف با عکس کلیک کنید شما. صحیح شده؟ بعد اینجا وبسایت تغییر میکنی، اینجا کدام چیزی نو میآوری. ببینید اینجا شما میگی که من اینجا لوگوی خود پورت میکنم در این کنج، اینجا داری، اینجا شما میتونید که هر چیز ببینید در ایمیج بیای شما. اینجا ببینید اپلود، چه چیز شما اپلود میکنی. اینجا اگر شما کدام تکست اضافه میکنی، کدام الیمنت شما اینجا میآوری، ببینید مکمل گرافیکس، شیپس است، فوتوز است، 3D دیزاین شما اینجا میتی، فورمز میتی شما، ویدیو شما اینجا اضافه میکنی، استیکرز کدام شما اضافه میکنی. اینجا کدام آدیو فایل میآوری شما، کدام شیت میآوری شما، اینجا پریم میآوری شما، چارتس، تیبل، هر چیز اینجا است. اینترنت است، ببینید مکمل مستقیما با اینترنت وصل است. حالا شما اگر کدام 3D دیزاین میآوری اینجا به این معنی نیست که شما یا کدام شیپ اینجا می اضافه میکنی، یا کدام گرافیکس دیزاین، یا کدام فوتوز، هر چیز اینجا است. ولی بعضی ما اگر شما میخواهید که در لپتاپ خود اپلود کنید، یعنی یک چیز پیش خودتان است، او هم شما میتونید. حالا ببینید ما از اینجا کدام شیپ میآورم، این شیپس است. شما کدام تیمز اضافه میکنی، این هر چیز است. ببینید پایین 3D دیزاین است، شما کدام 3D دیزاین اینجا اضافه میکنی، کدام لوگو میآوری، آیکون، استیکرز، میبینی هر چیز شما اینجا میتونی. دیزاین شما اینجا تغییر میکنی. باز ببینید سلاید 1 اپلای 14 سلاید است، ببینید 14 پیج است. ما دوم میآورم اینجا، ببینید تیبل اف کانتنت شد. صحیح شده؟ اوروی میکنم، تیبل اف کانتنت بعد تغییرات میآورم. بار از اگر ما پس میام اینجا ببینید سلاید سوم است، اینتروداکشن خود میکنیم، ببینید اینتروداکشن اینجا مکمل اینتروداکشن است. حالا ما اینتروداکشن میکنیم، هر چیز یعنی تیار اینجا جور است. حالا ما اینتروداکشن میکنیم، ببینید اینجا ما کدام تغییرات میآورم، ببینید اینجا